سلام بچه ها، چطورید؟ خوبید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از ما. بچه ها امروز اومدم بهتون اکانت میلیونیمو نشون بدم. اینجا بیان، اینجا بیان، اینجا. بچه ها اول از کانال شروع میکنیم. لوکاس گربه‌ای D13 اوتلاس لجند DRH فکر کنم که اولین گان لجند بازی، فکر کنم. 2 تا M4 لجند LK24 با M13 بنازم. اینجا هم گانای دیگه هم دارید میبینید. اسکینا کاپیتان پرایس، تمپلار، آلیس، گوست. اینجا خودتون داریم نمیبینید دیگه. من اینجا دارم رد میکنم که خودتون دارید میبینید. گوست های دیگه هم 3 تا گوست دارم. بیلان هریس و روز. اینجا روز رو داریم ما. یه دونه روز بیشتر نداریم که قرار اینم بگیریم. این جدید اومده. من از صوفیا انقدر خوشم میاد بچه ها. از نظر من بهترین اسکین صوفیا. من که واقعا خیلی دوستش دارم، شما رو نمیدونم. 178 تا اپیک اسکین های اپیک. اینجا دیمای نمیدونم عجیب غریب. ببخشید. جا دارید اینجا نگاه کنید. اینجا خیلی خوبه، شما میبینید. بعد حالا الان دادن دوباره از اول میشه، ولی واقعا مسخره است. ولی بچه ساله. واوه عجیب غریب. من از اونم خوشم میاد. اینم از این بعضی چیزا مونده. اینجا ماشین و اسکیت و از این مزینا اینجا هست. اینم که چیزی نیست. بذار ببینم. اینجا چیزی که من نشون بدم. به اینجا 13 بار بچه لجند شده اکانتم. 5 بارم مولتی لجند شده. 13 بار بتل رویال، 5 بارم مولتی. لولم 374. اسمم منتظرم 10 روز تموم بشه بتونم عوضش کنم. بذار ببینم یه لحظه. بذار ببینم میتونم اسمم عوض کنم. حالا بی خیاله. اینجا هم که هیچی، ولش کن. بیایم بتل رویال بهتون اسکینامو نشون بدم. دیگه نشون دادم که ولش کن. خب اینجا شمشیر یزید تمپلا رو داریم، دارید میبینید. بذار چیز دیگه هم بهتون نشون بدم. این من از این خوشم نمیاد. قشنگه ولی به در نخوره. یعنی به در نمیخوره اصلا. آب نبات چوبی دارم. اینو دارم. اسولت نایف خوشگله، ولی اون یکیشم داشتم خیلی بهتر بود. اینم دارم. این خیلی خوشگله، از این خوشم میاد انقدر. دیگه اینجا این نایف دارم. اینم خوشگله. اینم از اینم خوشم میاد. اینم قشنگه. شاول بیلمون که دانلود ندارم. کاتانا بچه این کاتانا رو من انقدر شما میاد گریمندینگه.
این گلدان رو من خیلی دوست دارم. بریم این گانای مهم رو نشون بدم بهت. اینو من اینجا اچیومنتش رو شطرنجی میکنم چون قرار اینو توی یه شورت ویدیو بگم چیز بدم. آقا این AK-117 سویج داریم، چقدر خوشگله، سویج و خوشگل. بچه این اتنچمنت رو قراره توی یه شورت ویدیو بدیم. بعد تایپ 25 بذار این رو عوض کنم همچنان که با هم هستیم. این خوشگله. بذار از یه جا دیگه M16 خوبه. بعد اینجا دارید میبینید دیگه بچه اینه اتنچمنت طوره. اینم باید نشون یه لحظه باشید. این اتنچمنتش خداست بچه، خدا اینو اصلا نابود میکنه، واقعا خیلی قویه. اتنچمنتش رو نمیذارم، حالا تو شورت ویدیو اینا رو قرار نشون بدم حالا بهتون. ایگی جلاد و اینم لجندشو داریم. بله اسنایپ بچه اوتلاس، این اصلا لجندش خیلی خوشگله. اینجا لوکاس و اینو باید کجاست این خوشگل نیست. شما نام هست دو کدوم بذارم خدایی نمیدارم. اما خوبه اتنچمنتش هم که بعدا میچینم. بعد اینجا بیاره یه فوقلاده قوی اتچمنت هست روش، اصلا عشقیان. نگاه کن خیلی بیاره چه لجند. بعد دیگه اینم که LK44 اینا بچه اتنچمنتشو توی شورت ویدیو میذارم. رنگ هم واسه این انتخاب کنیم، سیاهه خودم گرفتم دودگی. این هم هست. این رنگ واقعا خوشگله واسه شات کانا بذاری. نه کل رنگ رو میگه همین سیاه رو بده بچه. اینا اتنچمنتشو میذارم واسه این شورت ویدیو میگذاره. اینجا هم بذار ببینم رنگای قشنگ و خوشگل بزنیم. این هم انتخاب کنیم، حالا با شما هستیم. این لیزر واقعا خوبه. فکر کن یه جا مثلا 2 تا اسکواد داری دو تا اسکواد جلوتن، بعد چیزه میخوای بزنی دیگه اصلا اشغال. حداقل از اون 2 تا اسکواده 2-3 نفر گلدن زنده باشن، زنده بمونن. نه بذار ببینم جغده باله، جغده رو بذاریم. بچه اگه این ویدیو بالای تمام نشده، اگه بالای 10 تا لایک برسونید من واسهتون یه چیز میکنم. 10 تا لایک برسونید من اینو حقیقت پشت اکانت هم میگم. 10 تا لایک هم نه 7 تا لایک بس حتما لایک کنید، سابم کنید. اینجا هم 147 داریم.
حالا میگید چرا نگرفتی شرم بچه داریم حقیقت پشت این اکانت رو میخوام بهتون بگم. بس به 7 تا لایک برسونید. بله خلاص دیگه بهتون چیا رو نشون بدم. مولتی بهتون نشون بدم از این دادم بطنه رو. این صوفیایی که میگن اینو من خیلی دوست دارم اصلا. بعدش نه بعدش لوکاس لژندری، بعدش بی وای بی 15 اچس، بی وای دوباره. مثلا این اچنتمنتشون اصلا قوی ها. عجیبه. این هم همون انفورس دیارچ دوباره یه دونه M13 لجند LK 24 دوباره LK 24. بله خلاصه بس روی آلوزامی بزنیم. آلوکاتراس چقدر مونده باید 25 ساعت دیگه، یعنی تا جمعه بازه دیگه. خلاصه بچه اینم از این ویدیو بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما لایک و ساب فراموشتون نشه. اتنچمنت این گانه هم که الان گذاشتم واسه تون، یعنی قرارش به زودی شورت ویدیوهاش میاد، قرار بهتون بدم دیگه. تا ویدیو بعدی بای.